سلام علیکم دوستان عزیز. اینک ما یک چند مسئله از کتاب رینکویچ رو حل می‌نماییم. مسئله یکم شرطش چنین است: ولسپیدران در 5 ثانیه اول 40 متر، در 10 ثانیه آینده 100 متر و در 5 ثانیه آخر 20 متر مسافت را طی کرد. سرعت میانه را در هر قطعه راه و در تمام راه معین کنید. و حالا من داده شده ها رو نوشتم و حاضر حل می‌نمایم مسئله را. این خیلی مسئله ها از حرکت راستخطی منتظم حل کرده می شوند، یعنی صورت در حرکت راستخطی منتظم و نامنتظم. و ولسپیدران در 5 ثانیه 40 متر رو فرض کردیم که اگر ولسپیدران از نقطه A تا نقطه B حرکت نماید و 40 متر راه رو فرض کردیم که اینجا مسافه S یعنی 40 متر و وقتی T1 رو صرف میکند و باز 100 متر رو در 10 ثانیه، یعنی 100 متر رو یعنی S2 رو در T2، یعنی S2 اینجا 100 متر، T2 باشه 10 ثانیه و اینجا باشد S3 T3، یعنی S3 20 متر، T3 باشد 5 ثانیه اینجا تا نقطه B. خیر، حالا اینجا ما در هر یک قطعه باید سرعت ولسپیدران را یابیم. یعنی در قطعه یکم سرعت ولسپیدران چنین می شود: V1 برابر می شود با S1 تقسیم T1. تمام قیمت‌هایشان را میگذاریم، یعنی S1 ما 40 متر تقسیم است به 5 ثانیه، یعنی 8 متر تقسیم ثانیه. موافقاً V2 نیز همین خیلی می شود، یعنی 2 برابر می شود به S2 تقسیم T2. این برابر می شود به 100 متر تقسیم از با 10 ثانیه، یعنی 10 متر تقسیم ثانیه. یعنی سرعت در این قطعه با 8 متر تقسیم ثانیه و در این قطعه باشد 10 متر تقسیم ثانیه. و حالا در قطعه سوم می‌بینیم A3 برابر می شود با S3 تقسیم T3، یعنی S3 اینجا 20 متر تقسیم از با 5 ثانیه برابر 20 تقسیم 5 4 متر تقسیم ثانیه. حالا ما سرعت رو در قطعه یکم، سرعت رو در قطعه دوم و سرعت رو در قطعه سوم معین نمودیم. حالا باشد سرعت عمومیشان رو معلوم می‌نماییم، یعنی سرعت میانه رو در تمام راه. و سرعت میانه در تمام راه چنین است: سرعت میانه این سرعت می باشد که بر نسبت راه طی کرده شده تمام راه طی کرده شده جسم بر تمام وقتی که جسم این راه رو طی می‌نماید. یعنی V سرعت میانه یا که V من با ما اینجا V آبشی چی نمودم نوشتم، یعنی V میانه برابر می شود با S آبشی تقسیم است با T آبشی، یعنی S عمومی. بعد اینجا S آبشی ما با S1 پلوس S2 پلوس S3 تقسیم است با T آبشی ما اینجا T1 پلوس T2 پلوس T3. تمام. با واسطه فرمول اثبات نمودیم که سرعت میانه در تمام راه با S1 جمع S2 جمع S3 تقسیم است با T1 جمع T2 جمع T3. تمام قیمت‌هایشان را می‌گذاریم، یعنی S1 ما 40 پلوس است با 100 20 متر تقسیم 5 ثانیه پلوس است با 10 ثانیه پلوس 5 ثانیه، یعنی سرعت میانه در تمام راه با 8 متر تقسیم ثانیه برابر بوده است. یعنی جواب سرعت در قطعه یکم و V1 یعنی 8 متر تقسیم ثانیه، سرعت در قطعه دوم باشد با 10 متر تقسیم ثانیه، سرعت در قطعه سوم باشد با 4 متر تقسیم ثانیه و سرعت در تمام راه باشد 8 متر تقسیم ثانیه. یک مسئله دوم رو حل می‌نماییم. مسئله دوم شرط چنین است: اتومبیل نصف اول راه را با سرعت V1 و نصف دیگرش را با سرعت V2 طی کرد. سرعت میانه اتومبیل را در تمام راه یابید. من داده شده ها رو نوشتم و حالا مسئله رو حل می‌نماییم. یعنی اتومبیل نصف اول راه را فرض کردیم که باز اینجا نقطه A اتومبیل تا نقطه B آمد و نصف اول راه را با سرعت V1 و نصف دوم راه را با سرعت V2. مسئله از ما میگوید که سرعت میانه را در تمام راه یابیم. یعنی اینجا میبینیم که
حرکت راستخطه میباشد، یعنی در خط راست حرکت نموده است. و اینجا اگر ما نویسیم s، اینجا s، یعنی نیمی مسافه را با s و نیمی مسافه دیگر را با s تعیین نموده است و سرعت میانش چنین می شود. برمی شود به s جمع s تقسیم است به t1 جمع t2. و چرا در اینجا t1 جمع t2؟ برای آنه که اتومبیل سرعتش در این قطعه سرعتش دیگر است و در این قطعه با سرعتش دیگر است، یعنی وقتها یک خیلی صرف نمیشوند. اینجا میبینیم که وقتی t دو نظر و وقتی t1 کمتر است، چون که سرعتش زیادتر است. و اینجا s جمع s میشود 2s تقسیم است به، ما میدانیم که از فرمول سرعت اگر v برابر است، اینجا نویسم v برابر است به s تقسیم t، اگر اینجا t را یابیم s تقسیم v می شود، یعنی اینجا موافقاً s تقسیم همین v1 جمع s تقسیم همین v2 برابر، و اینجا 2s تقسیم است به، اگر s را از قبل آزاد نماییم یعنی s 1 تقسیم است به v1 جمع است به تقسیم v2 و موافقاً s ها با s، این s با s اختصار می شود، یعنی میماند 2 تقسیم است به 1 تقسیم است به v1 1 تقسیم v2. tak اینجا سرعت میانه برابر می شود به 2 خط کسر را میکشیم، اینجا مخرج عمومی میدهیم به v1 v2 و v1 v2 این v1 ضرب v2 می شود. اگر v1 ضرب v2 v1 و v1 اینجا v1 جمع v2 می شود و v1 ضرب v2 به بالا می رود، یعنی 2 v1 ضرب v2 تقسیم است به v1 جمع v2. تمام فرمول حاصل نمودیم و قیمتهایش را میگذاریم. 2 ضرب است به 10 متر تقسیم ثانیه ضرب است به 15 متر تقسیم ثانیه تقسیم است به 10 متر تقسیم ثانیه جمع 15 تقسیم ثانیه برابر می شود 12 متر تقسیم ثانیه، یعنی جواب وی میانه در تمام راه به 12 متر تقسیم ثانیه برابر است. این مسئله هایی بودند که در کتاب رینکویچ